شاید هیچ تصویری در تاریخ منچستر یونایتد به اندازه یه پستانک تغییر معنا نداده باشه. روز اول سال نو 2008 و کورس قهرمانی داغ، منچستر در اولترافورد میزبان بیرمنگامه و همین بازیه که تصویری نمادین از کارلوس توز شکل میگیره. اون پستانکی از جیب شورت ورزشیش در میاره و در دهان میذاره. خوشحالی گلی که تا درک مقصود پشتش شکاوره. تصویری که خیلی زود جهانی میشه و بحث را میندازه. حرکتی صرفاً برای همسر و دخترش فلورنسیا که بگه این گل برای اونهاست. و خب همینجاست که رسانه‌ها دست به کار میشن. بعضی توز رو پدر خانواده میبینن و از بعد انسانی به ماجرا میپردازن و دیگرانی که با بازگشت به کلیشه‌ها بازیکن‌های آمریکای جنوبی رو احساسی و غیر حرفه‌ای و بچگانه میدونن. تصویری که به نظر خیلی‌ها برازنده یه ورزشکار حرفه‌ای نیست. به هر حال اون تصویر هنوز یکی از نمادین‌ترین تصاویر دوران حضور توز در یونایتده. هرچند این داستان عاشقانه پایان خوشی نداره و به نوعی یه تراژدیه. مسئله مربوط به قراردادش و موضوعی پیچیده به نام مالکیت شخص ثالث و مقصد بدترین جاییه که میشه تصورش کرد. مذاکرات بعد از 2 فصل موفق و قهرمانی در اروپا و لیگ برتر به بنبست میرسه و یکی از جنجالی ترین نقل و انتقالات تاریخ لیگ برتر رو رقم میزنه. این بار بحث اخلاق و حرفه‌ای‌گری نیست، پای عشق و خیانت در میونه. تابستون 2009 کارلوس توز به منچستر سیتی میره و این برای خیلی از هوادارهای یونایتد چیزی جز خیانت نیست. اما نمک روی زخم بیلبورد بزرگ سیتی در مرکز شهره. توز با پیراهن آبی آسمونی و این جمله: به منچستر خوش اومدی. تصویری نمادین که در اون پدر خانواده تبدیل میشه به مزدور و قهرمان به خائن. حالا پستانکی که روزی توز رو به قلب هواداران نزدیک کرده بود، همونجا در ذهن خیلی از هوادارهای منچستر کنار اون جمله کنایه‌آمیز برای همیشه دفن